پس از بازگشت دوباره طالبان بر افغانستان، تا حالا صدها شهروند در حضور هزاران نفر شلاق زده شده اند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست 2021 شرایط حقوق بشر در این کشور به طور چشمگیری تغییر کرده است. یکی از اقدامات جنجالی و به شدت مورد انتقاد این گروه اعمال مجازات خشونت آمیز به ویژه شلاق زدن در ملعه عام بوده است. این مجازات ها در حضور هزاران نفر اجرا می شود. به طور گسترده به عنوان نمادی از سرکوب آزادی ها و نقض حقوق بشر در افغانستان مطرح شده اند. طالبان که در ابتدا تلاش می کردند تصویری از یک حکومت معتدل ارائه دهند، به سرعت سیاست های سختگیرانه خود را به اجرا گذاشتند و در برخی موارد مجازات های بدنی شدید را به عنوان ابزاری برای اعمال قوانین خود در سطح کشور به کار گرفتند. این اقدامات که بیشتر در برابر انظار عمومی و در تجمعات گسترده از مردم صورت می‌گیرد، افراد مختلف را که به اتهام‌های مانند دزدی، روابط غیر قانونی، فرار از خانه و نقض قوانین اخلاقی متهم شده اند در معرض مجازات قرار می‌دهد. در برخی از موارد شلاق زدن در حضور جمعیت به ویژه در میدان‌های عمومی یا میدان ورزشی انجام شده است، جایی که هزاران نفر برای تماشای این صحنه‌ها جمع می‌شوند. این نوع مجازات‌ها نه تنها برای قربانیان درد و رنج فیزیکی به همراه دارد، بلکه آثار روانی عمیقی نیز بر افراد و جامعه باقی می‌گذارد. شلاق زدن در ملعه عام به نوعی برای ترساندن مردم و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا اعتراض در نظر گرفته می شود. این عمل به شدت به آبرو و حیثیت افراد آسیب می زند و آسیب‌های روانی شدیدی به آنان وارد می کند. علاوه بر این نوع مجازات ها به ایجاد فضایی از ترس و سرکوب در جامعه کمک می کند که در آن مردم از بیان دیدگاه های خود و اعتراض به سیاست ها یا عمل کرده های دولت خودداری می کنند. این فضا به ویژه برای زنان و اقلیت ها در افغانستان بسیار خطرناک است، زیرا آنها به دلیل محدودیت های اجتماعی و سیاسی بیشتر در معرض این نوع مجازات ها قرار دارند. از منظر بین المللی این اقدامات طالبان به شدت محکوم شده است. سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر شلاق زدن در ملعه عام را نقض آشکار حقوق بشر و آزادی های فردی دانسته‌اند. این سازمان ها معتقدند که مجازات های بدنی مانند شلاق زدن نه تنها عذاب جسمانی بر قربانیان به همراه دارد، بلکه نقض حقوق بنیادین انسان ها است که تحت هیچ شرایط قابل توجیه نیست. همچنین این مجازات ها برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر هستند که بر اهمیت کرامت انسانی و حقوق فردی تأکید دارند. در حالی که طالبان این اقدامات را به عنوان بخشی از قوانین شریعت و برای حفظ نظم اجتماعی توجیه می کنند. نگرانی ها در سطح جهانی همچنان ادامه دارد. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی از طالبان خواستند که به حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات های خشونت آمیز مانند شلاق زدن را متوقف کنند. طالبان با این حال تا به حال هیچ گونه نشاندهی از تغییر در سیاست های خود در این زمینه نداشته‌اند و به طور مداوم بر لزوم اجرای شریعت در کشور تأکید می کنند.